فاش کردن گناه های اسرائیل. کلام خداوند را بشنوید ای بنی اسرائیل، زیرا که خداوند با ساکنان این زمین مجادله دارد، چون که نه راستی است و نه مرحمت و نه شناختن خدا بر این زمین. قسم خوردن و قسم را شکستن و قتل و دزدی و زنا کردن بغایت پنهان شده است و جریان خون با جریان خون می پیوندد. بنابراین زمین ماتم می گیرد و هر ساکن آن با حیوانات صحرا و مرغان هوا به مجال می گردد و ماهیان بحر نیز نابود می شوند. اما بگذار هیچ کس مجادله ننماید و هیچ کس مذمت نکند، زیرا که قوم تو مثل کسانی می باشند که با کاهن مجادله دارند. و تو روزانه پیش پا خواهی خورد و نبی نیز با تو شبانه پیش پا خواهد خورد و من مادری تو را نابود خواهم کرد. قوم من از کمی دانش نابود شدند. از بس که تو از دانش نفرت کردی، من نیز از تو نفرت کردم تا که دیگر برای من کهانت ننمایی. و از بس که تو شریعت خدای خود را فراموش کردی، من نیز پسران تو را فراموش خواهم کرد. هر قدر آنها سرشمار گردیدند، همان قدر بیشتر پیش من گناه کردند. پس جلال آنها را به ننگ تبدیل خواهم داد. گناه قوم من رزق و روزی آنهاست و جانشان به معصیت آنها اشتیاقمند است و قسمت کاهن مثل قوم خواهد بود و او را موافق راههایش جزا خواهم داد و پاداش آنها را بر طبق اعمالشان خواهم برگردانید. و خواهند خورد ولی سیر نخواهند شد، زنا خواهند کرد ولی افزون نخواهند گردید، زیرا که رعایت عهد خداوند را ترک کردند. زنا و شراب و مشروبات دلها را ربوده است. بت پرستی اسرائیل. قوم من به درخت خود سوال می دهند و عصایشان به آنها جواب می گرداند، زیرا که روح زناکاری آنها را در اشتباه انداخته است و آنها در حق خدای خود خیانت کردند. بر قله های کوه ها آنها قربانی می کنند و بر تل ها زیر درختان بلود و سفیدار و پیسته که سایه خوب دارد بخور می سوزانند. بنابراین دختران شما زنا می کنند و کلین های شما سرگرم فحش می شوند. من دختران شما را که زنا می کنند و کلین های شما را که سرگرم فحش می شوند جزا نخواهم داد، زیرا که خود مردهای آنها با فاحشه ها خلوت می گزینند و با زناکاران قربانی می کنند و قوم نافهم گمراه می شوند. اگر تو ای اسرائیل زنا می کنی، بگذار یهودا گناهکار نشود و شما به جلجال نروید و به بیت آوین نبرایید و به حیات خداوند قسم یاد نکنید، زیرا که اسرائیل مثل گاو سرکش قیام نموده است. آیا حالا خداوند آنها را مثل گوسفند در چراگاه وسیع خواهد چرانید؟ افرایم به بتها چسبیده است، او را به حال خود واگذار. وقتی که شراب نوشی آنها به انجام رسد، آنها سرگرم زنا می شوند. سروران آنها رسوایی را بسیار دوست می دارند. باد آنها را با بالهایش فرا خواهد گرفت و آنها از قربانی های خود خجل خواهند شد.